سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشید. توی این آموزش میخوام بهتون یاد بدم چطور یک آهنگ معروفی که خونده شده صداتون رو با هوش مصنوعی جای صدای خواننده بذارید. توی آموزش قبلی اگر دیده باشید با صدای شما یه آهنگ جدیدی ساخته میشد و یه ترانه جدید و یه آهنگ جدید آهنگسازی میشد و ساخته میشد. اما توی این آموزش این هوش مصنوعی میاد صدای شما رو تجزیه و تحلیل میکنه و جای یک آهنگ که از قبل وجود داشته که آپلود میکنید جای صدای خواننده صدای شما رو قرار میده و فقط هم میاد از صدای ضبط شده شما، صدای حرف زدنتون استفاده میکنه. لازم نیست یه صدای آهنگ خوندنتون باشه، صدای حرف زدنتون رو میاد برمیداره، تجزیه تحلیل میکنه و جای صدای خواننده قرار میده. اول از همه وارد سایتی که براتون گذاشتم میشید، روی گزینه سلکت فایل میزنید. حالا اینجا باید با جیمیل خودتون ورود کنید. روی گزینه جی میزنید و منتظر میشید تا لیست جیمیل هاتون رو بیاره. جیمیلی که دارید رو انتخاب میکنید و روی گزینه کانتینیو میزنید. بعد از اینکه این کارو کردید دوباره روی گزینه سلکت فایل میزنید و یک وایسی از خودتون که حداقل 10 دقیقه حد اکثر 50 دقیقه از صدای صحبت کردنتون باشه. حالا اگر صدای صحبت کردنتون صدای زیرو بم هم داشته باشه چه بهتر، ولی صدای صحبت کردن ساده‌تون هم باشه کفایت میکنه. از فایل های گوشیتون یک صدای صحبت کردنتون که حداقل 10 دقیقه باشه رو برمی‌دارید و انتخاب میکنید. بعدش ثبت میکنید که صدای شما آپلود بشه. بعد از اینکه صداتون آپلود شد توی این قسمتی که نوشته Enter the Pack Name میاید یک اسم برای صدای خودتون انتخاب میکنید. اسم رو انتخاب کردید و نوشتید روی گزینه کانتینیو میزنید و حالا منتظر میشید تا هوش مصنوعی بیاد صدای شما رو تجزیه تحلیل بکنه و آماده بکنه تا به جای یک آهنگ قرار بده. این مرحله یه مقدار طول میکشه تا انجام بشه، بالاخره 10 دقیقه صدا هستش و باید روی تجزیه تحلیل انجام بگیره، یه مقدار طول میکشه. بعد از اینکه صدای شما کاملا تجزیه تحلیل شد یه گزینه میاد به نام Check It Out. روی گزینه Check It Out میزنید. توی این قسمت به عنوان نمونه دقت کنید 4 تا آهنگ خارجی وجود داره که میاد صدای شما رو به جای این 4 تا آهنگ قرار میده و میتونید روی گزینه پلی بزنید و صدای خودتون رو بشنوید. 2 تا صدا هستش که اینجا میبینید، اورجینال وکال، نیو وایس. اورجینال وکال اون آهنگی هستش که به صورت آهنگ اصلی هستش و نیو وایس با صدای شما اومده اون آهنگ خونده شده و 4 تا آهنگ نمونه وجود داره و که میتونید ببینید که چطور صدای خودتون رو به عنوان یک آهنگ قرار داده. حالا میریم قسمت مهم قضیه که ما یه آهنگ از قبل ضبط شده از یه خواننده معروف رو میایم آپلود میکنیم تا صدای ما رو بذاره به جای اون صدا. همونجور که میبینید یه گزینه به علاوه وجود داره به نام آپلود نیو سمپل. میایید توی گزینه به علاوه میزنید و آهنگی که توی گوشیتون هست میخواید صداتون رو جای اون خواننده بذارید رو انتخاب میکنید. من یه آهنگ از آقای ابی انتخاب کردم و منتظر میشم تا اون رو آپلود بکنه. حالا بعد از اینکه اون آهنگ آپلود شد شما میتونید رو گزینه پلی بزنید و آهنگ رو با صدای خودتون گوش بدید. میتونید باز روی به علاوه هم بزنید و یه آهنگ جدید رو آپلود کنید و باز با صدای خودتون گوش بدید. البته یه نکته هم بگم، توی ورژن رایگان هوش مصنوعی آهنگ رو به تیکه های 1 دقیقه 1 دقیقه تقسیم میکنه.
برای همین اگر میخواید یه آهنگ کامل داشته باشید خیلی راحت با نرم افزار میتونید آهنگ خودتون رو یه دقیقه بکنید و بعدش اون یه دقیقه ها رو به هم بچسبونید. کاری نداره با یه نرم افزار ساده توی گوشیتون که خیلی هم لازمه داشته باشید و میتونید ازش استفاده های مختلفی کنید، میتونید این کار رو بکنید. اگر نیاز به راهنمایی توی این زمینه داشتید به من پیام بدید و من بهتون نرم افزار معرفی میکنم تا باهاش این کار رو هم انجام بدید. اگر هم خودتون نکنید این هوش مصنوعی میاد این آهنگی که با آپلود میکنید رو به تیکه های 1 دقیقه تقسیم میکنه و اون 1 دقیقه اول رو برای شما صداتون رو تغییر میده. ممنونم از همراهیتون. اگر این ویدیو رو دارید از طریق یوتیوب میبینید ممنون میشم منو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو لایک بکنید.